عزیز، من یک عرب خوزستانی هستم. خوبه؟ من از طایفه خسرجم. خوبه؟ خواهران تون خدا بذارین این مردا زن بگیرن، بذارین هر نفری 2 تا بگیره 3 تا بگیره، مگر چی میشه؟ هیچی والا از تو کم نمیشه، هیچ کم نمیشه. بعدن هر زنی، هر خواهری که به شوهرش اجازه زن گرفتن داره، زن گرفتن میده که زن بگیره، اون موقعی که از دنیا میره هیچ فشار قبری نداره. تو قرآن هم نوشته است. ولی اگر زن به شوهر زن میخواد و نمیذاره زن بگیره، موقعی که فوت میکنه میذارهش تو قبر، میپکنش قبر. اینقدر فشار بهش میده تا میپکه. خیلی ممنون خواهرام، به خدا خواهرام.